یاد سخن برای برادرم شب شد. سخنی برادرم نگفتیم که یک نصیحتی هم چخیل است اولوی ده کن. مقصد همین چیزی که دیگر روز گذشته سه نگاه میکنیم تا اساس همین ایسو غمگین شدیم در روسیگاه چخیل بود. مقصد همین یک جوری توجیکسون و یک جوری تنجی ما خودت یکون آدمی بار خودت مقصد یک غش دبولی غش مونده عبود نکردن که در توجیکسون وزیرش هم خیلی عبودی مقصد این همین مردم مهنت کیسن عبود کیسن غش دبولی غش مونده یک توجیکسونی افتاد گپو بود شون یک عبودی مقصد یک در جوی کشتگیم که یکون مقصد در بیرون اوزود حال ولی ما یک صحبت همی گفتن گپو نصیحت ایما و یک مادر اولان که همین مادر یاد سخن گفت که مقصد همین یاد روز کارهای آخری که کشیده است بسیار چی شیننده مقصد زیغ شدن و چخیل بگم دامی کارهای که همین رنگ یک یاد روزه کارو آره برادر میگم خیلی کارهایی که یاد روزه دارن گوداکو یک گوداکونه ده یک کاری که رو سیگاب یگان مایده چی نداره معنی نداره